قصه وزیر و پادشاه. پادشاه را وزیر عاقل بود، از وزارت دست برداشت. پادشاه از دیگر وزیران پرسید که وزیر عاقل کجاست؟ گفتند از وزارت دست برداشته است و به عبادت خدا مشغول است. پادشاه نزد وزیر رفت و از او پرسید از من چه خطا دیدی که وزارت را ترک کردی؟ وزیر گفت از 5 سبب. یکم آن که تو همیشه نشسته بودی و من حضور تو راست می ایستادم. اکنون بندگی خدای را می کنم که مرا حتی در نمازهام حکم بر نشستن می کند. دوم آن که تو طعام می خوردی و من نگاه می کردم. اکنون رزاق پیدا کردم که او نمی خورد و مرا می خوراند. سوم آن که تو خواب می کردی و من پاسبانی می کردم. اکنون خدا چنان است که هرگیز نمی خوابد و مرا پاسبانی می کند. چهارم آن که می ترسیدم اگر تو بمیری مرا از دشمنانت آسیب برسد. اکنون خدای من چنان است که هرگیز نخواهد مرد و مرا از دشمنان حفظ خواهد کرد. پنجم می ترسیدم که اگر گناه از من سرزند عفوم نکنی. اکنون خدای من چنان رحیم است که گناهانم را می بخشد. خدایا ما را یک لحظه به حال خود وا نگذار. آمین. این ویدیو را نشر کنید، شاید که به سبب یک نشر شما در دل کسی تأثیر کند و در ثواب شریک شوید.